بعضی برادرای خواهرها برای من می‌نویسند که به من زکات دهید، یا یگان کسی گوید زکاتش به من دهد. من این کار کردن نمیتونم. برای چی؟ برای آنکه من یعنی حاضر در همین کانال های ما محض علم درس میتیم. ما نمیخواهیم راهی پول کتی کاری خیر است ویمو، لیکن این موضوع شبهه هست، موضوع تهمت است. مثلا من پول شما یعنی یک پول داره گیرم و عادتی هم که به یک آدمی کم بغل میتیم، یا من از آدم گویم که بیتون برنامه زکات اتون نیتون من به سزاوارها میتیم. من این مبین روی کار کردن این کاری خوب است، لیکن این کار برای اهل علم اینقدر خوب نیست، خاصتا به این مردم ما، برای آنکه آدم خودش به جای تهمت گرفتار میکنه. بنابراین به من بسیار آدما نوشتن که به ما زکات بدن، من این کارا کردن نمیتونم. و این چونی کارت من مونید گفتم من این کانالی ما کانالی پولی و مالی نیست، این کانال علمی هست. من اینجا یگان کسی حتی بعضی برادرها از گذشت بیچاره معیوب بود التماس میکرد که کارتی من در کانال تو مونید و مردم به من پول پرداخت. آدمو چی فکر میکنه؟ آدمو فکر میکنه که اینم دالیه و خوش آدمای ما هم خیر. بنابراین این کانال محض کانال علمی هست برادران و فقط علم و فتوا. ما نمیخوایم مردم پولش با مابین درویم. یعنی خداتون ما توصیه دادیم طالب علم جستجو کنید، آدمی سزاوار جستجو کنید، زکاتتون رو برید، خودتون به دستتون به همه آدم تیتون.